به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت شماره 364 آن امروز تقدیمتان می گردد. در گذاشتن لایک و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید تا اینکه توانیم در ادامه کار با ما همراهی شما را احساس نماییم. اینچنین در نوشتن نامه و هر معلوماتی که به شما میرسد حتما آن را به اصلاح فرستید. این نشر برنامه بیننده گرامی با دو نامه از دوشنبه و نامه ها از کانی بادام و دنغره و اش ترکیب یافته است. مؤلف نامه اول دوشنبه یک جوان معیوب اینوالید گروه 2 و دانش آموز کورس 3 است که ادعا دارد او را به اساس از دانشگاه اخراج کردند. آیا با ارسال یک نوار تصویری خواسته است آن را به سراغ رحمانوف و رستم بفرستیم. این بار از کانی بادام درباره کارمندان گئی بدعه نوشتند. مؤلف نوشته است که برخلاف دستور رحمانوف در مورد اختصار گیشنیک ها شماره آنها در کانی بادام افزوده است. از دنغره درباره رئیس شهرک دنغره نوشتند. رئیس این شهرک وقت و ناوقت از مردم پول می ستانده است. مؤلف نامه از اشت در مورد تأثیر و نتیجه نامه های چاپ شده در اصلاح نوشته است. و اینچنین نامه دیگری که از دوشنبه داریم در مورد دیوسی نگمتوف منصور نیز بعضی خوب معلومات ها ارسال کرده است. نامه اول از دوشنبه از همان معیوب: السلام علیکم داملو محمد اقبال. برادر داملو، همه کارهایت خوب است. با عید گذشته قربان تبریک میکنم. در هر کجای باشی زنده باشی. بهترین برنامه ها تهیه و تقدیم میکنی. همیشه و همه اش حقیقت. داملو خداوند موفقت گرداند. اللهم آمین. سلامت باشید. این ویدیو به شما روان می شود. می خواهم که همین نوار مراجعت ویدیوی من توسط برنامه های شما به رستم امام علی و به پیشوای ملت رسانده شود. می خواهم که آن را پدر مادرم تماشا کنند. این ویدیو را من 3 ماه طبابت گرفتم. من استودنت کورس 3 دانشگاهی آموزگاری و به طور بیوجتی میخواندم، اما ما را از دانشگاه خارج کردند. من میخواهم که همین کار من اینوالید را تحقیق کنند. چه خیلی در ما میگویند محترم جناب عالی نخواد که ما اینوالید ما دانشجوی بیمار معیوب را از روی خوب نبودن سلامتیمان خارج کنند. لیش من میخواهم که این قضیه را تفتیش و تحقیق نمایند. من یک شهروندی تاجیکستان اینوالید دویم گروپ هستم. میخواهم که جناب عالی با رستم امام علی کار مرا به طرف نماند. مقصد شکایتم این است که سلامتیم خوب نبود، مبلغ نیافتم از سبب نتوانستن، دست کوتاهی، شرایط نداشتیم، طبابتم طول کشید. یک آدم کم بغل را نخواد همین طور گیرند پیش کنند. آخر این چی حال و چی روز است؟ از سبب بیجتی بودن تحصیل ما را از دانشگاه آموزگاری که 3 کورس بودم رکتور دانشگاه خارج کرد. من باز سال دیگر از کورس 3 میخوانم. این را چه خیلی بفهمیم. داملو سلامتی من امکانیت نمیدهد که بروم یگان جا و شکایت کنم. این شکایت من از رکتور دانشگاه آموزگاری است. من نمیترسم. من خودم خواستم که این ویدیو را با شما رسانم. بهتر است چون که شما آن را نشر میکنید. من گفتنی هم که کسی با شما شکایت کند شما آن را پخش میکنید. همه از جمله پیشوای ملت همیشه میگوید که بخوانید آینده ملت شما جوانهای خوب دیده ایست دیگه برادر. یک بچه کم بغل اینوالید میخواهد بخواند اما این طور مانع میگذارند و امکانیت نمیدهند. داملا التماس شکایت ما را در برنامه اتان جای دهید و بخوانید. خوب برادر گرامی، ما هم آن چیزی که شما ارسال میکنید حتما آن را نشر میکنیم، اما واقعا هم بعضی وقتها از بعضی از چیزهای میرسند، بعضی از خانم ها یا اینکه معیوب ها نشر نمیکنیم چون که میترسیم از یعنی که ظالمی رحمان و مقامات او. ولی خوب خواهش شما است، ما هم آن را رد نمیکنیم. نامه دیگر از کانی بادام: سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. من امروز یک نامه نوشته روان کردم. التماس در برنامه نامه ها از ناحیه ها نشر کنید. واقعا هم برادر ای گیای کانی بادام همین قدر تفتیش کردگی که دیگه یگان گیی در کانی بادام نمونده است که یعنی که پرابلمش نگفته باشد. واقعا گیی ظلم میکنن در کانی بادام. آخر مردم دیگر از دست این گیی ها به داد آمدگی‌اند. این گیی های کانی بادام بدیل مردم زدن، خصوصا بدیل تکثیران ها. بیچاره ها در یک روز از سر تا بگاه 200-300 سومانی کار میکنند، ولی این گیشنیک های حرامخور پرخور با 1001 بهانه 50-100 سومانی اش را نروشن کرده گفته کشیده میگیرند. بیچاره تکثیران ها بیزار شدن از این حرامخورها. در روسیه عذاب میدهند. اکنون در اینجا
نیز عذاب میدهند. از اسفره یک گایشنیک آمدگی یک حرامخوری تیار نامناسبش رو نمیدونم، لیکن مارکه ماشینش تایوتا اونسوس 5600 نمرهای ماشینش هست. دوم حرامخورش جلیلوف ماشینش اوپل استراجی 9000 در همه جای شهر میگردد و پول میگیرد از مردم. رادار میقپر و میگوید راننده محترم شما قاعده راه رو ویران کردید، یا پروتکل میکند یا سوم میکند. برای چی مقامات دوشنبه چوره این پراخورها رو نمیبینند؟ آخه رئیس گایی سرت کل که اگه نوشگرید ای نسکه حسن پوشوندن گایی و تنگه که میبری آخی خدا جان تماس کنه با سری کلت نگه که گایی رو آخی اهمیت نمیتی. برادر محمد اقبال با شما رسمی ماشینی فیروز را فرستاده بودم، بعد آن فیروز ماشینش را عوض کرده حاضر با دیگر ماشین گشته ایستاده است. با کدام پول؟ مگر به پوره و با یک معاش دویم ماشین گرفتن امکان دارد؟ این حرامخورها نه برای تینجی شهرمان میبرایند، برای بشکم و بجای خود پول حرام کار کردن برای ها میبرایند. بگذار مقامات دوشنبه جکی چن و رئیس گایی اس یتیم و شاروخ سعید چاره این حرامخورها را بینن. پیش در کانی بادام یک گایی با انصاف بود، آدم خوب بود، از کانی بادام بود، نامش رحیم بود، حاضر در مسکو قرار دارد. آن بیچاره را پستا و کرده از کار پیش کردند. ما را گوش کنید مقامات دوشنبه، به داد این تاکسیران ها رسید، این حرامخورها را از کانی بادام دفع کنید. بگذار کارمندان درست و با انصاف و کار آیند، نه اینکه این حرامخورهای پرخورها، و اگر نه از دعای بد تاکسیران ها شما به بلاها گرفتار می شوید. در آن دنیا با این پولهای حرام گرفته اتان چه خیلی جواب می دهید؟ فیروز 2888 از نزد مراد و مقصد نمرهای مردمی بیچاره و کمبغل رو نکن. اول آگاه کن، نه اینکه چونین بدرفتار ری بکنی. همه گشنیک ها و ملیسه های کانی بادام بدرفتارند، یگان نفرشان سخن خوب نمیگویند بر راننده ها. آگاهی به گایی های کانی بادام. فیروز شماره 2888 5600 9000 حرامخوری را بس کنید، وگرنه از بالای شما به دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت میکنم. من باوری دارم که این نامه های فرستاده مرا آنها نیز در اپارات پرزیدنت میخوانند، چون که همشان اصلاح را میخوانند و تماشا میکنند. فیروز گمان نکن که ماشینی خریده ات را نمیدونم، همش رو میدونیم. از مردم و از اصلاح یگان چیز پنهان نمیماند ان شاء الله. من ماشینی نوت را نیز عکس گرفته به اصلاح میفرستانم. تو در زیر نظارت هستی، عکس خودت را نیز میگیرم، آگاه باش. برادر محمد اقبال صدرالدین به شما برای کار میخواهم، خسته نباشید. شب و روز در خدمت ما بر این بچهای بیچاره و کمبغل هستید. نامم را نشر کنید. با این نامه نوشتم تمام تقصیران ها از من منتدار میشوند، ولی بگذار مرا ندانند کی بودنم مخفی ماند. باقی در پناه الله باشید. شما برادر همیشه مخفی هستید، هیچ وقت تاکید نکنید که من مخفی باشم. همه نامه‌نویس در اصلاح مخفی است. نامه دیگری ما از دنقره. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین، از دنقره می نویسم. من یک جبردیده از پیش بازار ناحیه دنقره که تا حال قریب 20000 سامانی ام را رئیس شهرک دنقره شمس‌الله رجب علی سلامویچ با لقب رجب قاضی بهوده گرفتگی است. این رجب قاضی تولدش 1967 زاده ناحیه دنقره، عائله‌دار، صاحب 6 فرزند است. یک آدم بی سواد، بی دیپلم، در یگان مکتب عالی تحصیل نکرده است، حتی خدمت حربی نکرده است. مدت 3-4 سال می شود رئیس شهرک است. از وقتی به وظیفه تعیین شدنش به این وظیفه مردم ناحیه را به داد آورده است. با هر بهانه از مردم بازار، مغازین های و اپتیکه ها پول جمع کرده گشته است. آخر این چی جبر است به مردم؟ روزی نوروزی می شود پول جمع میکنه، سال نو برای آمدن های پرزیدنت، برای همه چیز از اپتاویکا، از می بفروشا پول میگیرد، از 500 سومونی تا 1500 سومونی بیهوده از مردم پول میگیرد. وقتی پرزیدنت می شود در بدر خانه مردم ناحیه میگردد، یک قسم مردم را به خدمت میبرد، یک قسم دیگرش را از 5000 تا 1000 تا 15000 سومونیش گرفته جواب میدهد. این کارهایش یک طرف از همه بعدش دیروز فهمیدم که یک آدم حرامی سبزی به دستم بوده است. با یک پریگمخر ناحیه این عمل ننگینه انجام میداد است. حتی ویدیو نوارهایش در دست بسیاری از مردم ناحیه بود، ولی از ترسشان به شما روان نمیکنند. نام پریگمخر رسول است. حالا عکس یک جایشان را به شما روان میکنم تا اینکه مردم بدانند. برای رجب قاضی را راضی کردن با پریگمخر افتخارنامه داده است. یک اکش نشالنی که ملیسه ناحیه 5 می باشد، نامش بهرام. انا فهمیدید؟ یعنی که بهرام نشالنی که ملیسه با 5 هم بوده است. این بهرام اکش واقعا هم عجیب. درباره شما در کدام برنامه اتون گفته بودید. یک اکای دیگرش مظفر نام دارد که با کامل دادرش نرکه بیزنسند. نرکوتیک را بهرام اکشون از 5 تا دوشنبه می آورد. آن طرف کامل با مظفر تا خوجند می برند. اینها در ناحیه همه کار رو میکنند. یگان کس یگان چی نمیگشون.
یک وقتا یک بچه رو که نامش اهلیک است کورچه زده بودند. بچه رجب قاضی زده بود. نام بچهش امام. سود شد و برآمد. حاضر در حکومت دوشنبه کار میکند. کاملش را با نزدیکی با نارکوتیک نوع کریستال در خوجان قاپیده بودند. پول داده خلاص کردند. درباره اینها اگر 100 روز بنویسی باور کنید کم است. خلاصه برادر محمد اقبال درباره این آدم گپا بسیار است. باز نوشته روان میکنم، ولی حتما در برنامه جایش کنید که رئیس ناحیه بیند و بفهمد که مردم از این آدم بیزار شدند. سجادین سلام و فاخی نگاه که چی گپ در دنغره سازی به دستور وظیفه داده گشت است. اینجی باشه از این وظیفهش پیش رئیسی بازار دنغره بود. همین سبزی به دست مردم بازار بداد آمده بود. هر روز سوداگرها رو میزد. وقتی از وظیفه گرفتنش دیگر بازار در آمدن نمیتوانید. رئیسی پارک و رئیسی تاجیک مطلوبات ناحیه هم کار کردگی. عجابت کار همین است که این آدم دیپلم ندارد و یک آدم بی سواد است. حاضر خانه کهنه‌اش چپا کرده و خانه دبدباناکی سه اتاژه بدواهیمه کرده ایستاده است. از هم از ترویکه های دنغره سیمنت خیش و قم تلبیته گشت است برای خانش. برادر محمد اقبال دوام موضوع ما بچه از همه خوردی رجب قاضی می باشد که حالا استودنت است. هم رئیس محله اشان است، هم در حزب خلقی کار میکند و هم دیپوتات محله است. در کجا طوری میگیرد که یک استودنت در سه وظیفه باشد؟ ای دنغرگی ای مردک، یعنی که پدرش سوزی به دست کلان است. در این باره در برنامه‌های آینده می‌نویسم. سلامت باشید. بله نویسید، ولی مهم برای ما سوزی به دستی این است، مهم شکل جنایت‌هاش است. همه وقت دیگه خواهش می‌کنیم در قضیه‌ای که یعنی که این مقامات رحمان و فهمها نسمش سوزی به دستن، با خاطر دیگه در این قضیه زیاد اهمیت نتید. الله هدایتشان کنه. ولی خوب دیگر اینا بیماری است. چی بگیم دیگر؟ مهم که فقط جنایت نویسید، تو اینکه شکل جنایت هاشون اینها مهم هست. نامه دیگری ما از اشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا محمد اقبال، شما خوب و سلامت هستید. از شیدان مرکز ناحیه اشت به اصلاح می نویسم. امروز نماز جمعه را خوانده آمدیم. ان شاء الله که نماز خوب گذشت. نماز را با امامتی داملا مظفر خان، داملای با سواد و آدم خوب خواندیم. نماز عید سعید قربان را با امامتی امام خطیب ناحیه اشت داملا ابوالبقا، این آدم پیش نماز آمد. پیش از نماز کارمندان دولت آمده سخن کردند. کارگران دولت از جمله رئیس تنظیم ناحیه اشت ترسونزاده بختیار که یک وقت رئیس جماعت بود مهمان ها رو معرفی کرد. وای چی خیلی گفتیم پیشتر رئیس جماعت بود، حالا باشد در مرکز ناحیه شهرک شیدان کار رفت. به حیث رئیس تنظیم و مهمان های آمده رو معرفی کرد، چون که نصیب علی رئیس جماعت از کار رفتگی است. معاون رئیس ولایت شهرت محمد رئیس ناحیه آمده بودند. اینها رو معرفی کرد. ثانی باز یک نفر دیگر رو شناس کرد. آنها برآمده سخنرانی کردند. پیشوایشان رو تعریف کردند. ثانی نماز رو خواندیم. بعد این نماز من رفتم. ابوالبقا سلیمان و کارگران جماعت همشان در حق پیشوای ملتشان دعا کردند و باز از مردم هم تقاضا کرده در حق پیشوا دعا کنند. وقتی من از مسجد برآمدم دیدم که در صحن مسجد یک دسترخوان کلان پهن کردند. 2-3 دانه 10 سومانی و 5 سومانی در بالای دسترخوان پول پرتافتگی. من پول ندادم. اول پیش از نماز را خواندن 4 نفر یک دسترخوان را از دو طرفش قبیده در میان مردم گذراندند. مردم خیری میکرده خیر کرد، نمیکردگی نکرد. باز در بیرون دسترخوان را ماندند تا ماندگی ها پول پرتویند. داملا من اینجا درباره نتیجه نامه های نشر شده از اشت در برنامه نامه ها از ناحیه ها گفتنیم. ان شاء الله نتیجه ها خوبند. آنچه که نامه نوشتیم نتیجه های خوب داد. بعد نشر نامه ها از اشت ارسال و نشر شده دیرکتور مکتب شماره 11 با نام نورالله وحیدلایف یعنی سهراب قربانوف را از کار گرفتند. یک نفر دیگر سلیمان که جانشین رئیس جماعت بود وای هم نیست. من ندیدمش در هیچ جا. سخن هم نکرده است. وای در هر مجلس و در نمازهای مسجد یک خیل پیشوا میگفت که جانش فدای پیشوایش بود. پیشوای ما یک تا پیشواست میگفت. رحمانوف ظالم را تعریف و توصیف میکرد، در حالی که وای خواندگی است و میداند که پیشوای ما 1400 سال باز تنها حضرت پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم است. بله، اما حالا این سلیمان ناپدید است. الحمدلله. به شبهه این از برکت همان نامه های چاپ شده در اصلاح از اشت درباره این نفران است. دیرکتوری مکتب شماره 11 در 3 محله قربانوف سهراب یکی از قهرمان های منفی برنامه های اصلاح بود. او را از کار راندند. 2-3 ماه پیش یک طلبه صنف 11 فیاض‌الدین گفتنی بچه خودش را آویخته کشته بود، اما خبر را پوشاندند. پروردگار جزای دیرکتور را داد. بعد 2 روز فهمیدم که کاتب رئیس جماعت خالقزاده خالقبردی را هم از کار آزاد کردند و خود رئیس جماعت نصیب علی بیگماتوف را هم آزاد کردند. در مجلس ها دیگر ابوالوافی هم نیست.
درباره این هم اصلاح نوشته بود. گاملا نتیجه کار اصلاح را ما دیده ایستاده ایم با چشممان در اشک. باید مردم این نتیجه ها را بدانند. در آخر یک پیشنهاد و توصیه دارم، بگذار مردم نام مبارزان امروزه را بدانند، آنها را با مردم شناس کنید. باقی در امان خدای بزرگ باشید. خوب، این برادری که برای ما نامه می‌نویسد می‌خواهد که تمام مردمی که با ضد رحمان و مبارزه می‌برند هم ما ناممون را بنویسیم، آشکارا اعلان کنیم، دیگر یعنی که هممون رحمان و زندان نمیکنه. خوب، دیگر این پیشنهاد این برادر بود. خدا کند ان شاء الله آن روزم برسد. برادر گرامی، الله از شما راضی باشد که یعنی که چنین دلی بزرگ دارید. خداوند حفظتان کند برادر عزیزم. نامه دیگر از دوشنبه. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. این نامه ما را حتما در برنامه جای کنید. من یکی از رفیقان منصور نعمتوف هستم. منصور نعمتوف از دوستان نزدیک اسماعیل پینگوین نبره جناب. شما درباره این شخص در چند برنامه‌تان گفتید. من یک حکایت واقعی را حکایت میکنم. الله شاهد است که هیچ دروغی نگفتم. سال 2011 یا 2012 یک رفیقم از خارجه آمد. در برش پول زیاد داشت. بعد چند روز همراه رفیقم به استودیوی نعمتوف منصور رفتیم. در استودیوش صورت شبنم صابری زدگی است، یعنی صورت زنش را در استودیوش زده است. در صورت خیلی لباس‌های بی‌زیب پوشیدگی بود شبنم صابری. رفیقم نمیدونست که شبنم صابری زنی نعمتوف منصور است. یعنی واقعا دیوسی است این. سبحان الله. رفیقم طرف من گشت گفت که اگر همین دختری که در صورت هست بیارید $2000 میتیم. اون سالها $2000 با تاجیکی خیلی سوم میشد. بعد من طرفش گشتم و اشاره کردم که خب کنه باشه، نگوی تری. بعد بیرون برآمدم گفتم که اون صورت زنش میشود و خود تو دیوانه ای که در پیش شوش تری گپ میگوی. بعد در جواب با من گفت که من از کجا میدونم که وای زنش است. خلاصا ما برآمدیم و رفتیم. بعد یک هفته نعمتوف منصور زنگ زد، گفت نمرهای همون رفیقت را ده. پرسیدم که کدام رفیقم را میگوی؟ گفت یک هفته پیش با هم آمده بودید کو. گفتم یگان پرابلم ای؟ گفت نه، یک چی را پرسمش. بعد نمرش دادم. بعد یک هفته رفیق ما دیدم، گفتم نمرت را پرسید، دادمش. چیزی گفت یک گپت میگویم. اما منصور از طرف هم رفیقش گفت است گپ بین خودمان. گفتم اوکی. گفت زنگ زد. گفتم نشناختم. گفت منصورم. گفتم کدام منصور؟ گفت یک هفته پیش با رفیقت آمدی استودیوی من کو. ها بله شناختم. سازی خوبی؟ گفت مرا. پرسید شکر کم میشود ساز؟ گفتم پرسیدم که چی خدمت کنم؟ گفت هیچ چی نه. و گفت همون کار تا حل کنم آخر. گفتم کدام کار را؟ 2000 بیار. گفت تمام کار توری ای برا خیلی کار تب کن. سوم را دادم، رفتم کارم را بود کردم. خیلی با شبنم خیلی دیگه تمام. میگوید در حیرت موندم آدم تا این درجه دیوس میشه. برادر محمد اقبال، من بسیار کارهای نعمتوف منصور را میدانم، معلومات زیاد دارم و ایستا ایستا با شما می نویسم. در پناه الله باشید. سبحان الله. باور کنید مرد تو این درجه را دیوسیش هم می نوشتن. بسیار بچه‌ها میگفتن. ولی خوب در همین قضیه با یعنی که با اسماعیل هم هست که اسماعیل هم از همو پرسیده بود است و خوب دیگر این قضیه واقعا هم خیلی دهشت است. خوب بیننده عزیز گرامی، این بود برنامه 364 نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت. امیدوارم که انشاءالله در نامه های آینده معلومات های دیگر و رنگین تری به ملت و مردم خواهیم رسانید. خوب بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.